سلام به همگی دوستان عزیز. این اولین ویدیو یوتیوب منه و اینکه کلا کارهای تعمیراتی میذارم تو ویدیومون، میگم توی چنلمون که آره شاید با یکی دیگه هم هماهنگ بشم و چنلمون دوتایی بشه. ولی امروز اومدیم با تعمیر کردن این فانوس که کار نمیکنه و ببینیم مشکلش از چیه. فانوس خودمه و چیزی برای تعمیر الان ندارم، فقط اینو دارم که خرابه و بریم که اوکیش کنیم. 4 تا پیچ داشت که من اینو از قبل باز کردم و رسیدیم به همچین منظره‌ای که یه دونه باتری 1.2 ولتی داشت، خیلی آمپری ضعیفه، 60 میلی آمپر. آخه اینم شد باتری شارژیه که با این پنل شارژ میشه، ولی خفنه، خوشم میاد از بردش. نگاه کنید، حالت اینورتر عمل میکنه، توی روز که خاموشه و شارژ میشه، ضد آب راستی. اینجا نگاه کنید، خفن ساخته ازش، ولی کمی جنس باتری ضعیف بوده داداش، آرم کرد رو باتری. خب بریم برای تعمیر این و چسری از ثانیه تعمیرش میکنیم. همون چیزی که اول پیج گفتم، هر چیزی داری و بیار تعمیر کنم، تو چسری از ثانیه تحویل بدم. خب دوستان عزیز، این اومتر رو میذارم اینجا که شما ببینید. دو میلی ولت. ها خدا وکیلی، این هم شد باتری. اصلا بذار من یه باتری دیگه ببینم بذارم، نه اصلا کار ندارم. یه لحظه صبر کنید دوستان، اینجا که باتری دارم بذار بگردم. اینجا کلید دارم. دینگ دینگ کلیده. خب به در میخوره، کلید داریم. بذارید اون نیست. یه کاری میکنم، اینو میذارم داخلش، شنگه نمیشه قطعا، با این شارژش میکنم. حساب کنید شارژ بگیره دوستان. خب یکی هم دیگه هم میذاریم. بله شاید بگید یه اصیل چیزی هستم، من نه، واقعا این یه روش شارژ گرفتنه. دیدید یه لحظه پشمام. بذارید با پنل خورشیدی در واقع با نور شارژ میشه، ولی هم مهمترین چیز که شارژ میکنه یعنی حلال شدیم رفت، یعنی پرتقویت ترین چیزی که به شارژ میده هم خورشیده، ولی اینم یه جورایی مثل لامپه قویه. دیدید دوستان عزیز؟ خب باتری سالمه، کاملا باتری سالمه، فقط شارژ نداره. چرخید تموم شد باتری. خب فهمیدیم که باتری سالمه. تو شب برای تو باتری رو تست کردم با پنل خورشیدی. برمیدارم، خب من اومد رو بذارم اینجا، اینو میذارم اینجا همونطوری که مشاهده میکنید که میگن دادم. ببخشید، ولتاژ از 62 میلی آمپر رفت رو 93 میلی آمپر. همونطور که دقت میکنید عمود جا دست ندارم. خب میبینید شد 90 چند
97 میلی آمپر. چپه چرا تو؟ خب الان من دقت کنید اونجا این صفره، اینجا رو میبینید صفره. الان من کاری میکنم این صفره 1 بشه، حداقل به 1 برسه. یارم برسه، میرسه و میرسه. بذارید آها یا کنید. دیدید همینجوری میره بالاتر، همینجور میره بالاتر. حداقل 1 ولت. برای اونایی که نمیدونن ولتاژ چیه دارم میگم اونایی که نمیدونن ولتاژ چیه به این عدده فقط دقت کنن، ولی اونایی که میدونن ولتاژ چیه که دیگه میدونن الان 1 ولت داره میده. برای اونایی که ولتاژ نمیدونن چیه، هرچی بیشتر بشه ولتاژ بالاتری داره که حالا بهتون یاد میدم اونایی که نمیدونن. خب دوستان عزیز شروع چرخیدن کرد، هنوز 1 ولت داره، باتری کاملا سالمه. بفرمایید. نور خاموش شد، ولتاژ اومد پایین. خب دوستان عزیز من میرم برای فردا اینو بذارم داخل شارژش خورشیدیه، یعنی یه جور دیگه نمیشه شارژش کرد، خفنم ساختتش. خب پس خرابی نداشتیم، فهمیدم که مشکل از شارژ بوده، هیچ قطعی نداره، به خوبی داشت کار میکرده. بله درست. اینم از این مورد امروز ما. خب پیچاشو هم ببندیم. این آمبولانس، این از شانس ماست. خب دوستان عزیز بس سالم بود کاملا و من گفت فکرم باید تعویض باتری بشه، یه لحظه ترسیدم، گفتم خدا تعویض باتری کنیم باتری اورجینال گیر نمیاد و سخته کمی و ندیدم اوکیه. ضد آبیشو هم از دست نداد، این هم خوب بود، مورد خوبی بود. خب دوستان عزیز من کمی امروز بیحالم برای اینکه رفته بود بیحالم دستشولم هستم، رفته بودم دوچرخه سواری از اینجا تا محلاتی رفته بودم دوستان عزیز، پدرم در اومد کلا 3 روز 7 روز پشت سر هم داریم این دوچرخه سواری، پدرم در میاد. کلا من فکر کنم بذارم کنار این پیچو بهتره، مخم تا برداشتم. خب دوستان عزیز از روزهای دیگه کسای دیگه هم میان کنارمون، مثل پویا که چنلش رو همین زیر میذارم، حتما دنبال کنید. ویدیوهای در واقع چیز بهش میگن کمدی میذاره، ویدیوهای خوب میذاره. اگه میخواید روزتون شاد بشه برید اون ویدیوهاشو نگاه کنید، حتما چنلشو میذارم این زیر، فالو کنید تا از روزهای دیگه کنارمون دوستای دیگه هم میبینید. دوستان عزیز میبینید، نه میبینید، میبینید. خب اینم از بسته امروز ما. تست دیگه بزنیم، خفنه حال میده. خب کم نگه داریم. روشن شد چراغ شدید سوخت، نه یعنی تموم شد. خب اینم از دو امروز ما این بود و فهمیدیم بیابی کردیم هیچ مشکلی نداره. بذارمش بلو های قیافه گویی. خب دوستان عزیز این از اون و اینم از موتور بخار خوشگل من. تموم شد. پس یادتون نره که اگه تعمیرات چیزی خواستید تو کامنت ها بنویسید، کاملا رایگان، تمیز و ایمن انجام میدیم کارو که
میتونید تعمیراتتون رو به ما بسپارید. خب دوستان عزیز، از فردا ویدیوهای خیلی خیلی خفن تری میبینید، چون من اصلا هولدر موبایل و هیچ چیز دیگه ای ندارم، نورده خفنی ندارم، خیلی پیش با افتادم الان. پس به خاطر این اول ویدیو یوتیوب بود. خدا نگهدار تا روزای دیگه. چنل رو دنبال کن تا یادت بمونه، میگم تا یادت گم نکنی چنل رو. خدا نگهدار تا ویدیوهای بعد تعمیرات همراه بمونید. خدا نگهدار.